Respublika harbiy prokuraturasi, Mudofaa vazirligi qurol kuchlar tarkibiga kiruvchi از جهت مادی و اجتماعی دستگیری کردن و جانبداری نمودن خدمتچیان حربی و عائله آنها، آموزش، بررسی و حل کردن مشکلات آنها همیشه در مورد نظر و اعتبار اداره‌های داخلدار ساختار مذکور قرار دارد. به هر این در اساس همکاری ساختارهای پروکراتورا، وزارت مدافعه، وزارت وضعیت‌های فوق‌العاده، گواردی ملی رسپوبلیک ازبکستان و وزارت و اداره‌های تابع این ساختار نقشه برگزاری قبول‌های سیار کاربست گردیده. در اساس این نقشه دیروز در ناحیه ما نیز این تدبیر مهم دایر گردید. قبول سیار در قسم حربی واقع در محله قزلقیاق برگزار گردید. قبل از آغاز قبول در مجلسگاه قسم حربی صحبت صمیمی بین مهمانان و حربیان و عائله آنها دایر گردید. در قبول سیار معاون پروکرور گنرالی جمهوری ازبکستان، پروکرور حربی رسپوبلیک امان، معاون وزیر مدافع جمهوری ازبکستان عاید به کارهای تربیوی و ایدئولوژی، معاون سرور گواردی ملی ازبکستان، جانشین سرور صدارت وزارت فوق‌العاده رسپوبلیک، وکیلان وزارت و اداره‌های به ترکیب قواهای مسلح داخل شونده اشتراک کردند. پس از انجام جمعیت قبول سیار آغاز یافت و نمایندگان وزارت و اداره‌ها شهروندان را در خانه‌های علیحده قبول کردند. خدمتچیان حربی و اعضایان عائله آنها که به قبول آمده بودند به نمایندگان رسپوبلیک عاید مشکلات خود مراجعت کردند. moddiy tomondan tortildi. Agar kasal darajasidagi biron bir kasalxonadan yordam bo'lsa, uni qilib o'sha tomonlama endi sizga tushundiraman. O'sha kerak. Bizni davolatish. اکثر مراجعات ها در جریان قبول سیار حل خود را یافت و ضمناً ذکر کردید که یگان مراجعت به نظارت نخواهد ماند و نسبت آن مراجعات ها که اجرایشان مدت طلب میکنند چاره و تدبیرهای حتمی اندیشیده خواهد شد. از جانب متصدیان و وکیلان وزارت اداره‌های داخلدار اجرای مراجعات ها زیر نظارت گرفته شد.